به نام خدا و با سلام خدمت همگی دوستان. با قسمت اول از مبحث ساختار لوئیس و شکل هندسی مولکولی در خدمتتون هست. تو قسمت اول مبحثمون میخوام یه مقدمه از ساختار لوئیس رو بگیم. همونجور که میدونیم تو زندگی روزانه ما شکل اشیا نشون دهنده برهم کنش و بازتاب دهنده نقش اوناست. به عنوان مثال وقتی ما شکل این قفل و کلید رو میبینیم میفهمیم که اینا مکمل همن، یعنی این کلید میتونه تو این قفل بیفته و قفل رو باز کنه. خب تو عالم مولکولی هم ما مشابه زندگی روزمره هستیم، یعنی نمادها و خطها و نقطه ها نشون دهنده مشخصه مولکولی هستن. مثلا هر اتم زوج پیوندی یا ناپیوندی و همچنین این زوایا و فاصله ها به ما چی رو نشون میدن؟ جاذبه یا دافعه حاکم بر کل ماده. خب اولین قدم تو نمایش مولکول برای ما تبدیل این فرمول مولکولی به ساختار لوئیسه. حالا این ساختار لوئیس چیه؟ یه خاصیت سازمان یافته مولکولاس و پیوند و اصلا خودش یه تفکر درباره پیونده. ایده ساختار لوئیس قبل از مکانیک کوانتوم وجود داشته و برای 90% موارد صحیحه. خب ببینیم الکترون چجوری نمایش داده میشه. به صورت نقطه نمایش داده میشه. زوج پیوندی به صورت خط نمایش داده میشه تو این ساختار لوئیس و الکترونای غیر پیوندی لایه ظرفیت رو هم به صورت نقطه نمایش میدیم. اینا رو به خاطر داشته باشید. حالا ایده اصلی ساختار لوئیس چیه؟ رسیدن لایه ظرفیت اتمامون به آرایش هشتایی یا گاز نجیبه. یعنی اتمای ما باید با گاز نجیب هم الکترون بشه. خب این ساختار لوئیس رسمش سری مراحل داره. به صورت کلی 2 مرحله داره. یکی تصمیم گیری در مورد موقعیت نسبی اتم هاست تو این مولکولی که داریم یا یون چند اتمی که داریم و دوم این که الکترونا رو چجوری توزیع کنیم، به عنوان زوج پیوندی در نظر بگیریم یا غیر پیوندی. خب اول ما میایم مولکولایی رو براتون مراحلش رو میگیم که پیوند تکی یا ساده دارن. خب مرحله اولمون رسم اسکلت ساختاره و تعیین اتم مرکزی. خب این اتم مرکزی یه اتمیه که گروهش کمتره. به چه دلیل؟ به دلیل نیاز به الکترون بیشتر برای هشتایی شدن. خب اگه اتمای ما هم گروه باشن، اتم مرکزی یه اتمیه با دور تناوب بیشتر. این اولی در صورتی درسته که اتمامون توی یه دوره تناوب قرار داشته باشه. قاعده کلیمون چیه؟ اتم مرکزی اتمیه که الکترونگاتیویتش کمتر باشه. دلیلش چیه؟ این که تمایل بیشتری برای از دست دادن دانسیته الکترون داره و به اشتراک گذاری الکترون. نکته مهمی اینجا وجود داره، اونم اینه که هیدروژن و فلور هیچ وقت نمیتونن به عنوان اتم مرکزی مطرح بشن. اینو خوب مد نظر داشته باشید. مثالمون NF3. میخوایم ساختار لوئیس این مولکول رو رسم کنیم. خب ما 2 نوع اتم داریم اینجا، یکی نیتروژن یکی فلوره. نیتروژن گروه 5 اصلیه، فلور گروه 7 اصلیه. هر دوتاشون هم تو تناوب دومه. خب اونی که گروهش کمتره اتم مرکزیه، یعنی نیتروژن. الکترون نگاتیویش هم کمتره دیگه، پس این میشه اتم مرکزی.
پس اگر بخوایم موقعیت نسبی اینا رسم کنیم، نیتروژن رو میذاریم تو مرکز و 3 تا اتم فلور اطرافش قرار میگیره. خب مرحله دوم محاسبه تعداد کل الکترون‌های ظرفیتمونه یا همون لایه ظرفیتمون. نیتروژن جزو گروه 5، پس 5 تا الکترون تو لایه ظرفیت داره، تعدادش هم یکیه. فلور گروه 7 تا الکترون تو لایه ظرفیت داره ولی 3 تا اتم فلور داریم. کلا 26 تا الکترون تو لایه ظرفیت داریم. یه نکته مهم اینجا وجود داره. اگه شما یون چند اتمی داشته باشید، به ازای هر بار منفی یه الکترون به این قسمت اضافه میشه و به ازای هر بار مثبت یه الکترون از این قسمت کم میشه. این آموزش ادامه داره. برای دریافت ادامه آموزش شما میتونید به 2 راه عمل کنید. تو راه اول به این سایت مراجعه کنید و در قسمت شیمی عمومی 1 به فصل 8 قسمت الف برید و روی این قسمت کلیک کنید. تو راه دوم شما میتونید به این وبلاگ مراجعه کنید و در قسمت پیج‌های تخصصی روی پیج شیمی کلیک کنید. یه همچین صفحه براتون باز میشه. تو فصل 8 قسمت الف میتونید روی این قسمت کلیک کنید و از آموزش کامل بهره مند بشید.